کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نای شامنصور ضمن پیشبرد یک قطار چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی یک گروه جوانان را دستگیر نمودند که در صادر نمودن جنایت دزدی گمانبر دانسته میشوند. اینها شهروندان اودینایف اسماعیل سال تولدش 1996، امیرов سیدولی سال تولدش 1992، صادقов رمزیار سال تولدش 1995 و محمودов قربانعلی سال تولدش 1995 استقامت کنندگان شهر دوشنبه میباشند که نامردگان با مصلحت پیشکی شب 7 اکتبر سال جاری نقطه بوکمکری جمعیت دارای مصلحتش محدود فرمول 55 را مورد دزدی قرار دادند. نامردگان با شکستن تیرزه وارد این نقطه بوکمکری شده از آنجا مبلغ پولی به مقدار 9163 سومانی را ربودند. سال 8 نوامبر سال شخص نامبون با واسطه شکستن پنجره راهنین وارد نقطه بوکمکری شده از داخل سیف 9163 سوم را تصرف کرده از جای حادثه غیب شده بودند. اوید این حادثه و شعبه وزارت کارهای داخلی یک در ناحیه شامنصور عریضه پیشنهاد کرده بودیم. رحمت به کارمندان میرسه که در سری وقت این جنایتکاران را دستگیر نموده، ضرری به ما رسانده شده رو برقرار نمودند. اینجا اومدن دیگه جای ایستاد ما اومدن دیگه سان را شکستن. ما قطعی اسماعیل اومدن اسماعیل ترزان آوی کندر اومد اولی را شکستن درآمد به ما کفاش درآمدم اینجا کلیت گرفتیم صفر آوی کردیم کلیت اینجا گرفته؟ کلیت این کسا اینجا؟ این کسا آوی کردیم کلیت همونجا صفر آوی کردیم پول گرفتیم درآمدیم صفر که شد؟ اسماعیل روی کرد پول گرفتیم رفتیم. مورد ذکر است که محض تاکتیکا و راه اصولهای اپراتیوی کارمندان میلیسیا بود که جنایت مذکور سر وقت آشکار و نفران گمانبر دستگیر کرده شدند. ضمن پیشبرد کارهای تفتیشاتی 9163 سومانی مبلغ ربوده شده همچون دلیل شهید دریافت و مصادره کرده شد. این جوانان کوتاه‌اندیش و سبکفکر بهر به دست آوردن مبلغ و درآمد مفت و استراحت و فراغت چند لحظه اینا دست به چنین کردار جنایتی زده خود را به گرداب جنایت غوطه‌ور نمودند. اکنون آنها را میباید به کردار صادر نمودهشان در نزد قانون جواب گویند. حالا نسبت این گروه جنایت پیشه با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات در این سمت ادامه دارد.